در تاریخ نوین تاجیکستان صاحب استقلال برگزاری آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت در سمت علم‌های دقیق ریاضی و طبیعی در چنین سطح تجربه نخستین بوده. برگزاری و سطح و صفت آن دوره به دوره تشکل می‌یابد. سرور دولت با آموزش ساحه‌های مختلف علم از جمله علم‌های دقیق توجه مخصوص ظاهر نموده، جهت تقویت بخشیدن روندهای آموزش آن پیوسته تشبس‌های بنیادی و سازنده نشان می‌دهند، زیرا آموزش فن‌های طبیعی و ریاضی و دقیق در روند جهانی شوی و رشد و ترقی به میلان تکنیک و تکنولوژی برای تربیت کادرهای بلند اختصاص و همقدم زمان عامل خیلی مهم می باشد. در ناحیه فیض‌آباد دور دوم آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت با شرکت فعالانه خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی دایر گردید. در دور ناحیوی آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت در ناحیه فیض‌آباد 457 نفر خوانندگان و دانندگان علم‌های ریاضی و اختراعکاران و نوآوران نورس شرکت نمودند. ابراز گردید که این اقدام پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان خیلی ضروری و سری وقتی به حساب می رود، زیرا امروز جامعه جهان تنها با راه علم آموزی اقتصادیات خویش را وسعت بخشیده می تواند. آزمون مذکور از نگاه علمی پیامدهای مثبت خوبی دارد.